پلیس مسکو مهاجرانی را جستجو دارد که شب 2 نوامبر با استفاده از کاردو تبر زنازنی کردند. جنجال در نزدیکی مجمع استقامتی فیلاتوولوگ رخ داده. به نوشته صحیفه مش در تلگرام یکی از ساکنان این صحنه را دیده است. در ریاست کارهای داخلی مسکو به خبرگزاری رسمی ریا نوستی گفتند که درباره زنازنی اطلاع گرفتند اما در جای حادثه کسی را نیافتند. در هر صورت به گفته آنها جستجوی شرکتداران مناقشه ادامه دارد. در این بین حدود 7000 مهاجر را از شهر مسکو و ولایت همنام آن بیرون می‌کنند. این رقم را تاتیانا پترووا نماینده وزارت کارهای داخلی روسیه هنگام نتیجه گیری از عملیات نلیگال 2025 در آخر هفته گذشته بیان داشت. عملیات در 2 مرحله در ماه‌های ایون و اکتبر امسال صورت گرفته. در جریان آن خوابگاه‌های مهاجران، بازار و ساختمان‌ها و آشخانه و طرابخانه‌ها تفتیش شدند. وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید تنها در مسکو زیاده از 12000 مورد قانونشکنی مهاجران آشکار گردید. از این میان 8300 نفر به جوابگری مأموری کشیده شده، برخی را از حدود روسیه میرانند. در حالی که مقامات روسیه اکثر قانونشکنی مهاجران را به ویران کردن ترتیب بدوباش و نداشتن حجت کار و اقامت پیوند می‌دهند، بعضی از مهاجران از برخورد نامناسب و اتهام‌های بافته و ساخته شکایت می‌کنند. در روسیه در یک سال اخیر ده‌ها قانون و سند قبول شده است که حضور و فعالیت مهاجران را در این کشور محدود می‌کند. صدها هزار شهروند تاجیکستان در روسیه کار و اقامت دارند.